سلام خانم آقایون، خیلی خوش اومدید. یه سس خیلی عطری و اسپایسی، یکم شیرین و ترش میخوایم درست بکنیم به اسم تریاکی که فوق العاده خوش اومد. از من خودم خیلی دوستش دارم. شاید حالا خورده باشین توی رستوران. میخوام امروز براتون درست بکنیم با مرغ تریاکی که کنارش هم یه دونه برنجه. من الان برنج گذاشتم که دم بکشه. کته گذاشتم، کته ساده هم طبق معمول با برنج شسته شده و آب و نمک و روغن گذاشتیم تا بجوشه و بره بریدم. و اما بریم سراغ درست کردن این سس که پایه و اساسش سویا سس. 2 قاشق سویا سس میریزم، آبم یه 2 قاشق اضافه میکنم، سرکه سفید 1 قاشق، 1 قاشق شکر، برای عطر بهتر عسل اضافه میکنم، اینم به اندازه 1.5 تا 2 قاشق غذاخوری. یه چیزی که عطر و اون قوی بودن سس ما رو افزایش میده فلفل پرک، فلفل تند که میتونید بزنید میتونید نزنید. این فلفل رو ببینید، من همین الان میخوام با چاقو اینو کاردیش بکنم که قشنگ پرک شه. اینم از این. و زنجبیل میخوام استفاده کنم. از پودرش استفاده میشه کرد ولی بهتره که از زنجبیل تازه استفاده بکنید. نکنید. انقدرش رو میبرم، اول پوستش رو میکنم، بعد اونو ورقه ورقه میکنم. ورقه های نازک. خیلی بوش خوبه. سیر، 2 حب سیر، دقیقا همون کاری که با زنجبیل کردین با سیرم انجام بدین. یعنی اول پوستش رو بگیرید اینطوری، بعد ورقه ورقش کنید. اینم از این. 1 کوچولو نمک. قشنگ حالا خوب اینو یه دستش کنید. شکر و عسل کامل حل شدن. این زنجبیل و سیرا رو قشنگ بیارید این وسط، بذارید یکم بمونه که عطرش رو بیشتر آزاد کنه. من اینجا 2 تیکه مرغ دارم، یه دونه رون، یه دونه سینه، که اول همونطوری که دارید میبینید استخون این رونه رو ازش خارج میکنم. خیلی راحت برش گردونید، چاقوتون رو بندازید پشت استخون و این شکلی جدا کنید. برشاش هم این شکلی نواری میگیرم. دلیل اینکه دارم از رون استفاده میکنم اینه که رون یک مقدار چربی بیشتری داره و توی این سس خیلی خوشمزه تر میشه. حالا میتونید اگر اصلا کلا رون دوست ندارید از سینه استفاده کنید، یا برعکس از رون اگر استفاده کنید که اصلا چه بهتر. راستش من یکم به خاطر راشین، چون رون دوست نداره، اونو دارم میزنم. این قسمت رو خودم به عهده میگیرم. این از این تمامه. یکم پهنشون میکنم روی تخته کار. یک کوچولو اول نمک میریزم، بعد آرد کم، فقط در حدی که روی گوشتامونو بگیره. این آرد چند تا دلیل داره. یک، اینکه باعث میشه که دور مرغ حالت ترد و کریسپی داشته باشه و یه قوام خوبی هم به سسمون بده. دیدی چقدر کم زدم؟ یعنی واسه اون 2 تیکه فکر کنم کلا به اندازه 1 قاشق غذاخوری آرد زدم. بریم رو گاز دیگه، اینجا کاری نداریم. برنجم که داره دم میکشه. دستام بشورم. بریم. حرارت زیاده، مایتابه داغه. اول روغن، مرغا برن داخل. قشنگ پخشش کنید، خوب سرخ شن. میبینید بعد از اینکه همیداش قشنگ خوب سرخ شد، 1 دقیقه بکشیدش کنار و آروم این سس رو بریزید. دوباره بره رو شعله.
عالیه. حرارت کم نشه، حرارت زیاد، جوندار. دیگه آخرای کارش. این تهش هم بریزم. وای چه بویی. وای به به، بوی زنجبیل بلند شده. غلیظت سس رو ببینید. من یک کوچولو آب گذاشتم بجوشه که الان بهش اضافه کنم. خیلی کما، فقط در حد اینکه این عصاره های اطراف رو بکشم داخل. همین کافیه. 1 دقیقه دیگه حرارت رو خاموش میکنیم. آماده است. بریم بکشیم. اول این برنج رو میریزم یه گوشه. برنجرم یه کوچولو راستشو بخوای آبشو بیشتر ریختم، میبینی که یکم نرم بشه. برنج نرم با مرغ تریاکی کافیشه. اینم از این. وای نگاش کنید. الان یکم از سسش. اینم پیاز چش و اینم کنجدش. خیلی نریزیدا. عالیه. وای خیلی خوب شد. چه بویی داره. به محض اینکه شما پیازچه رو میریزید، به خاطر داغی این سس و مرغ، بوی پیازچه بلند میشه و شاهکاره. وای. اول ویدیو یادتونه چی گفتم؟ سس قوی، اسپایسی. تا میذارید تو دهن تمام اطراف باز میشه و شاهکاره. امیدوارم که لذت برده باشید. داشتیم که تصویر برداری میکردیم. رومینا گفتش که کاش قارچ هم توش میریختی. حالا این اون سسی که بهتون یاد دادم رو شما اگر مثلا قارچتون رو سرخ کنید اینو بریزید توش، ولی افرادی که گیاهخوارن هم مناسبه. در هر صورت سس شاهکار. امیدوارم که لذت برده باشید. فعلا ما میریم با این بشقاب خوب یه حالی بکنیم. خداحافظ.